مدیر برنامه شخصیه که از نظر قانونی اختیار داره از طرف یه شخص دیگه اقداماتی انجام بده. مثل انجام مذاکره یا عقد قرارداد با اشخاص ثالث. این افراد در ازای کاری که انجام میدن درصدی از مبلغ قرارداد رو به عنوان دستمزد دریافت میکنه. مفهوم مدیر برنامه در فوتبال یک ایده نسبتاً مدرنه و فیفا تا سال 1994 این افراد رو به رسمیت نمیشناخت. در سال 2002 در مجموع 179 ایجنت دارای مجوز در انگلیس، 82 ایجنت در آلمان و 54 ایجنت در ایتالیا فعال بودند. بعضی از این افراد به سرعت به افراد بسیار تاثیرگذار در فوتبال تبدیل شدند. برای مثال مینو رایولا که یک مدیر برنامه‌ای بسیار شناخته شده. در سال 2015 فیفا تخمین زد که نزدیک به 5000 نماینده در فوتبال جهان مشغول به فعالیت هستند. با باز شدن بازار نقل و انتقالات اروپا پس از پرونده بوسمن در سال 1995 شاهد افزایش هزینه‌ها و دستمزدهای بازیکنان با یک رشد خیره کننده بودیم. در سال 1994 کریس ساتون به اولین بازیکن در بریتانیا تبدیل شد که هفته‌ای 10,000 پوند درآمد داشت. 7 سال بعد سول کمپبل قراردادی با مبلغ 100,000 پوند در هفته با آرسنال امضا کرد. با افزایش دستمزدها و رشد جریان پول، کم کم پای مدیر برنامه‌ها نیز به شکل گسترده‌ای به نقل و انتقالات فوتبالی باز شد. مدیر برنامه‌ها تقریباً مسئول تمام جنبه‌های زندگی یک بازیکن شدند. مذاکره برای قرارداد، روابط عمومی، اسپانسرینگ و برنامه‌های مالی، اینها و برخی موارد دیگه در شرح وظایف یک مدیر برنامه هست. همه جنبه‌های تجاری زندگی یک بازیکن از طریق مدیر برنامه‌های اون بازیکن پیگیری و همه این کارها در ازای یک کاهش 5 تا 10% از قرارداد بازیکن به انجام. خیلی از آژانس‌ها خدماتی رو تحت عنوان خدمات 360 درجه ارائه به این شکل که مدیر برنامه یا ایجنت هر وظیفه‌ای بجز فوتبال بازی کردن رو بر عهده میگیره. مثلا خریدهای بازیکن رو مدیریت میکنه، پرداختی‌های بازیکن رو انجام میده یا حتی برای تعطیلاتش برنامه‌ریزی میکنه. بعضی از این افراد از بازیکن حمایت روانی هم انجام میدن یا میانجیگر اختلافات بین بازیکن‌ها میشن. ماریو بالوتلی و مدیر برنامه‌اش مینو رایولا رابطه بسیار عمیقی داشتن. در حدی که وقتی خونه بالوتلی آتش گرفت، اون فوراً با رایولا تماس گرفت و رایولا بهش پیشنهاد کرد که با آتش نشانی تماس بگیره. یوزوا کیمیش، هافبک بایر مونیخ، در مورد اخراج مدیر برنامه خودش گفته بود: این تصمیم آگاهانه‌ای بود که من پارسال گرفتم. من تصمیم گرفتم که از ارزش‌ها و دیدگاهم بیشتر دفاع کنم و اینکه می‌خواستم به مسئولیت شخصی خودم بیشتر عمل کنم. کوین دی بروینه هم که مشابه کیمیش هست در این زمینه گفته بود: من در منچستر خوشحال هستم و در حال حاضر خودم هستم که مذاکرات را انجام میدم. من می‌خوام تو منچستر سیتی بمونم. بنابراین مذاکره راحته. اگر نمیخواستم بمونم نیاز به یک واسطه بود. اما وقتی قصد موندن دارید این کار چندان سخت نیست. اما اینها به معنی پایان دوران مدیر برنامه ها و ایجنت ها نیست. خیلی از فوتبالیست ها بدون مدیر برنامه به موفقیت های کمتری میرسند. با این حال نگرانی های زیادی درباره میزان پرداختی ها به مدیر برنامه ها و ایجنت ها وجود دارد. فیفا در این مورد قوانینی وضع کرده که هزینه مدیر برنامه ها به حد اکثر 3% از درآمد بازیکن ها محدود میشه. همچنین برنامه‌هایی از سمت فیفا برای صدور یک مجوز جدید با هدف کنترل تعداد مدیر برنامه‌ها وجود داره.